خوش آمدید. 1500 سال میون شما آدما زندگی کردم. شاید باورش سخت باشه ولی عمر هر چی بلندتر باشه کوتاه‌تر به نظر میرسه. برای منم مثل برق گذشت. هنوزم فقط چند تا چیز برای آدما مهمه: خوردن و خوابیدن و تولید مثل کردن. آقا بفرمایید. خیلی خوش آمد. بفرمایید. خواهش میکنم، لازم نیست. بفرمایید. راحت باشید. اورانوس پذیرا. ماما خانم این موزه رو میارین لطفا؟ شناسنامه رو بله شناسنامه ها اینجاست حاج آقا. بفرمایید. پس رسومات کجا هستن؟ پوشیدی؟ بله. وای خسرو تو رو خدا زود باش. این همه دیر کردی حالا هم که اومدی معلوم نیست چته. ملوک باور کن خیلی مهمه. مهمه؟ خب چیه بهم بگو. ببین خسرو من میگم بیا الان بریم 1 ساعت بعد برمیگردیم هر چی دلت خواست بهم بگو. به خدا مردم نشستن پای سفره عقد منتظر من و تو ان دیگه. نه قبل از عقد باید بهت بگم. خسرو زن داری؟ نه بابا این چه حرفی آخه میزنی؟ ملوک من تو رو دوست دارم، خودت میدونی. من دوستت دارم. واسه این حرفا چیه میزنی آخه؟ حالا بگو الان اون چیزی که میخواستی بگی. ببین ملوک، من واقعیتش اون چیزی که فکر میکنی نیستم. عروس خانم کجایی؟ من دیگه مولی کجایی پس؟ وای ببخشید چیزی نیست. چیه داره میرم. یا بابا چیزی نیست. اینجا چی کار؟ آقا فراد میخواست یه چیز مهم بهش آقا فراد نداره. آقا فراد الان وقت آقا فراد گفتن یه بار عاقد اومده نمیخواد. یه بار خودت من میارم. برو ببین. من باید قبل از عقد عروس رفته گلاب بیاره.